توی یه رویداد ورزشی تو انگلیس 6 نفر رکورددار گینس شدن. مگه یه مسابقه چقدر ظرفیت داره؟ شما در حال تماشای ثبت 6 رکورد همزمان در پنی فارتینگ هستید. مسابقات پنی فارتینگ یا همون دوچرخه‌های چرخ بزرگ که شاید تو فیلم‌های قدیمی دیده باشی، از 154 سال پیش هر سال توی انگلستان برگزار میشه. اما امسال کارشناسای گینس هم توش حضور داشتن. شرکت کننده هم که دیدن یه سفره پهنه، گفتن چرا که نه، بزن بریم رکورد بزنیم. حقیقتا تکنیکی و دیوانه‌وار تلاش کردم این رکورد رو بزنم. اولین نفر آلبرتو از ایتالیا بود که رکورد تعادل رو شکست و 20 کیلومتر رو فقط با یه پا رکاب زد. بعدی جولی از بریتانیا بود که توی رکورد شتاب خوش درخشید. اون 1 کیلومتر رو در 2 دقیقه و 22 ثانیه طی کرد. جالب اینجاست که جولی در کنار ملیسا و اوی که هر دو از بریتانیا بودن، رکورد بیشترین مسافت در 1 ساعت رو هم با 24 کیلومتر ثبت کردن. آقایون هم که کم نمیارن. کریس، مارک و جیمز از بریتانیا سرعت 36 کیلومتر بر ساعت رو به رخ خانوما کشیدن. اما قسمت هیجان انگیز ماجرا رکوردهای انفرادی بود. سریعترین سرعت یک زن با پنی فارتینگ رو اوی بلژیکی با 38 کیلومتر بر ساعت ثبت کرد و گایه بریتانیایی هم به رکورد خیره کننده 41.5 کیلومتر بر ساعت رسید. مسابقه محله. جالبتر از این رکوردها کریخونیاشون بود. مثلا اوی تو 2 دقیقه و 12 ثانیه بدون دست پنی فارتینگ رو روند. اما مردی به نام نیل با 5 ثانیه کمتر این رکورد رو زد. کلاً آقایون 2 تا دختر میبینن با دوچرخه پرواز میکنن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی رفیق و ممنونم که سابسکرایب و لایک یادت نمیره.